مدینه بلوگر. میبینیم آهسته آهسته در کار گناه پیشروی داری. قسم به نام الله که راه شیطانی را انتخاب کرده ای. از الله بترس. من تو را به عذاب دردناکی از جانب الله میترسانم که دیر یا زود به صورت بلا و مصیبت ها بر سرت می آید. مراجعت من به مردهای خانواده همین مدینه است. نخود در بین شما یگان مردی با غیرت نباشد که همین زنی به حیا را پیش وحش بگیرد. مردها در خاندان شما مرده اند یا ناموس و غیرتشان را از دست داده اند. ببینید الکی سر و لباسش کاملا دیگر شده است. کجا شد آن رومال سرش؟ ببینید که به نمایش برآمدن یک زن مسلمان را به کجا میرساند. در بین این قدر مرد بیگانه خودش به مثل عروس تگ چادر زیبا کرده با یک فخر گپ میزند. شما را به خدا دیر نشده پیش راه این زن بی حیا را بگیرید، ورنه چنان شرمندگی را به بار می آورد که تصورش را هم نمی کردید. چرا از سرنوشت بعضی زنهای بلاگر عبرت نمی گیرید؟ به نمایش برآمدن چنان آنها را شرمنده کرد که حتی نوارهای فحش آنها به نمایش برآمد.